اینجا قرمزه حاجی خونه ایناهاش جا دست خونه نگاه حاجی جدی اینجا جا خونه بیاید اینجا آتیش گرفته برو تو مدرسه مدرسه بیا دیگه بیا بسری بیا شروع بده من بگیرم بریم تو دیگه اگه باز باشه میریم تو اگه پلیس نیاد صلوات حاجی جدی درش بازه جدی درش فکر کنم بازه حاجی جدی فکر کنم درش داداش بابا نه سفر نکن بالایش میذارم بریم تو حاجی بریم تا همین دم درش بریم تا همین دم درش ویدیو نداریم تخمه بریم درش بسته است ولی از پنجره آره راحت میشه رفتیم چی؟ رنگ اینجا قرمزه حاجی خونه ایناهاش جا دست خونه نگاه حاجی پشمام حاجی جدی اینجا جا خونه جدی ترسیدم بابا خفه شو حاجی جدی اینجا جا چی؟ یه تحصیلاتی باز گشتنش ها بابا ایچه بیا اینجا چیز بوده حاجی اونه تا پره کرده چیزاست یا اول بابا ریدم تو حلقت حاجی این بالا رو نگاه چند طبقه است ایلیا بذار فردا بریم ایلیا فردا میریم اگه خوابیدیم یه درصد ما حالا اگه چیزی شد ایلیا من نمیام آسانی ترسیده نترسیدم با این لباس بخاله لباسم درست بود همین الان رفتم تو تاش بالا جنون نامردی از توشون رد میشه تنها تجربه که نکرده بود حاجی اینجا چیه؟ آقا ما هنوز شده بزیده حاجی همینجوری طبقه میره بالاتر من میترسم الان پلیس چرا قوار ببینید پلیس بیاد خب بگو چرا نمیدونی این چی داره؟ تابوته خفش بشینیم اینجا بشینیم درس بخونیم آقا بیرونش هم این شکلی اونا چیه؟ نه به خود نمیتونی به خود آروم بگی حاجی یه چیزی به خدا اونج دیدم یه چیزی اونجا چیه دیده کن از پشت پنجرهش حاجی چی؟ تو فیلمت افتاد؟ نمیدونم حالا بذار برم خونه شاید هم حاجی اینجا دیگه کجاه؟ بیابونه همش چی بود شاش؟ برگشت چی باید؟ آقای گوچه خورد فقای گل
آسمی ترسی بابا لباسام بد میاد. نه یو بابا ریدم تو گوشید بی علی بریم. صدا چیه؟ بابا گون پارچه هست بابا. ای کاکتوس باید خیلی خوشمزه است. سر صدا نکن. کولر کسی نیست. اینه دیگه بالاتر. ویدیوشو کنی جدی؟ باجی بالاش خیلی خوفش بیشتره. بابا اینجا این چیه بابا؟ آویزون شد ریدم به خودم. آره احتمالاً آتیش. چقدر اومدیم بالا؟ چی؟ آره هاش اینجا آتیش گرفتش. بیاید اینجا آتیش گرفته. برو تو؟ آره هاج اینجا آتیش گرفت. اصلا بریم بچه هاجی جدی آخه من میگم ساختمونه اینجا بابا این بالا ریدم تو خودم. طبقه آخر اینجا خطرناکه. اینجا میبینم اینجا از جن و پری نمیترسیم. همه موتور کولرها رو باز کرده. نمی‌دونم با این تخصیص چیز میگه. نه دفاعه. همه موتور کولرها رو آجی اینجا میبینن از اونجا ها ما رو میبینن جدی خبر میدن. جدی میگم ما مگه اینجا زندگی میکنیم؟ خبر بدن اومدیم ببینیم دوزی. خالی کرد. آجی برگشتش. نه برگشتشو همیشه میگن هر کاری آره حاجی اینجا یارو نگهبانه. ببینیم طبقه پایینم پایینی. آره حاجی حالا یه در قفله. حاجی چالش بریم یکی یکی بریم پایین. بابا انداختی؟ آقای رفقای گل یه پایین دیگه. کجا میریم؟ بیا بابا ریدم تو خودم. علی بیانی یه جوری منو گرفت. چی اینجا؟ بابا شما نه شیخی اینجا خیلی زایه است. بابا نکن دیگه علی. دیگه یه دوباره برگی نه تنها برگی هممون ریدیم. یه طبقه هم کف داره. همون ما دیگه نیست. آره همکفش هم دقیقا همین شکلیه. چیز خاصی نداره. بیا اونها بیا. علی سنگ بر نزد فرض کنی. باشه نه خب زیر زمینشون هم کفش اینه. بابا همین بالایی. آره همین بالایی است. ما دستشویش هم هستا. خدا نکنه یه معتاد باشه. آره دستشویی کثیفه. شیخی بیا. بیا. اولین ولاگ حاجی نور رو گذاشتم اینجا پایین جلو دیگه نمیبینم. اولین ولاگ چنل
برنکس من با پیرن و شلوار پارچه اومدیم مهمونی. منو نگاه کن چه جوری اومدم. کفش دزدیه. نه دزدی که برای صاحب مهمونیه. حالا دیگه کور شد مست دیگه چرا؟ اینم از جایی که بودیم. مدرسه بود نه؟ مدرسه بود. ولی مدرسه خدایی باحالی بود. آره شهریه‌اش زیاد. نه این معلومه غیر انتفاعی بود. قشنگ مثل مدرسه ژاپنیا رو دیدی؟ دقیقاً مثل اونها بود. بس آخه خطرناک هم بود. امنیت نداشت کلا. آره بیاد. خب تمام شد کار. داریم برمیگردیم. اگر جای دیگه مد نظرتون بود که نزدیک بود تو تهران، البته اینجا پردیسه. با ما بگید.